سلام رفقا، حالتون چطوره؟ اومدیم با ساختن یک کد کلیردی دیگه و زدن باکس ها که ببینیم چه بازیکنایی نصیب میشه. میریم پک ها ببینیم امروز چی گیرمون میاد. میریم اینم که میدونید دیگه شوتای مثل همون موقع میده با باکس گرت بریم که اگه بگید 2 تا کنسل یه دونه فری ببینیم چی میشه. پوچ اولی پوچ والنسیا. بریم برای باکس بعدی که باکس نگهبانان لیگ اروپا. واقعا پویولو بگیرم خیلی خوب میشه. بازم پوچ. نه هایلایت داد، عجب هایلایتی هم داد. بکنم بغلش باکس داد. یه دونه این برتر کافو رو گرفته بودم، در زمان 100 گرفتیم. بریم واسه باکس بعدی، باکس شوتایم رافینیا و آرنولد و اینم پوچ ویولا. بریم واسه باکس بعدی که 100 تایی و ببینیم چی میشه. همش پوچ شد. نمیشناسمش. تاکویا فکر نکنم درست اسمش خونده باشم. باکس بعدی یکیشون فینیشینگ داره یکیشون پاس. آهاش نه هایلایت توش سرز شد یعنی هایلایت. فقط فکر کنم شوتای میشه. نه هم هایلایت. بله 2 تا هایلایت گرفتیم تا الان. هایلایت چندمیه؟ آخرین هایلایت ها رو گرفت. بریم واسه باکس بعدی. برای این باکس 250 تایی که 5 تا سوپر اپیک داره. بریم چی میشه. حالا هایلایت اوه 3 تا هایلایت گرفتم. آها نه همین هایلایت شد. این بلد میکنه که نمیادم. 3 تا هایلایت توی اکانت گرفتم. 3 تا هایلایت گرفتم یه دونه اپیک نگرفتم. نه از باکس رایگانی که هر کدوم بخوای میگیرم. این دفعه امپیک رو میگیرم. بازیکن 18 ساله رال رقیب یاماله. اینم از امپیک. به این ترکیب بشینیم. خب امپیک رو بذاریم مهاجم. ای بابا. خب دروازه‌بانم که گرفتیم. حالا اگه شد این هم از دروازه‌بانمون. این هم از این. این هم از اون یکی هایلایت. این هم از اون یکی هایلایت. 3 تا هایلایت گرفتیم. خب اینم از این اکانت. تا اکانت‌های کلیدی دیگه و بازیکن‌های دیگه. خدا نگهدار.